شما نگاه کنید، ما الان از لحاظ اقتصادی در قانون اساسی میگه در واقع ما اقتصادمون دولتیه، خصوصیه و تعاونیه. اما با اجازه شما تقریبا ما الان بر اساس مباحث سرمایه‌داری مملکت داره اداره میشه و متاسفانه کسی هم جوابگو نیست. من یه مثال کوچیک برای شما عزیزان میزنم، توجه بفرمایید. ما مثلا قیمت دلار رو من با حساب سرانگشتی حساب کردم، 4200 تومان بوده در سال اردیبهشت 98. الان اردیبهشت 1402 4200 تومان بوده. الان تازه نرخ مبادله، نرخ بازارآزاد من حساب نکردم، البته این بازارآزاد 4200 ها، اینجا 42352 تومان، ما فرض کنیم 42000 تومان، 10 برابر شده دلار. خیلی جالبه، یعنی 1000% دیگه. از 4200 تومان اردیبهشت 97 تا الان که اردیبهشت 1402 ضرب در 1000 این شده 42000 تومان. دقیقاً الان فولاد مبارکه میاد با 1000% تورم این رو مثلا برای ما میاد حساب میکنه و میگه آقا نرخ محصولات من فلانه. یه دفعه تیر آهن در سال 97 این مقدار بوده، الان 1000% گران شده. خب همین رو توی بازار داره تزریق میکنه. فقط فولاد مبارکه نیست، دقیقاً محصولات پتروشیمی، اینها میان 1000% تورم رو در نظر میگیرن. حالا خیلی جالبه، اینها آب و برق و گاز و حتی نرخ کارگرشون به ریاله، اما دارن محصولاتشون به دلار وارد بازار میکنن. خیلی ببخشید، شما که در فولاد مبارکه هستی، مگر سنگ آهنت از معادن داخلی تامین نمیشه؟ مگه کارگر داخلی، مگه آب و برق و گاز و همه اینا یارانه به شما تعلق نمیگیره؟ چرا زمانی که میخوای محصول رو وارد بازار کنی به دلار حساب میکنی و به دلار تحویل مردم بدبخت بیچاره میدی؟ از این طرف بگیم چرا خودرو ارزان نمیشود. من نمیخوام دفاع کنم از خودروساز، ولی عزیزان زمانی که خودروساز فولادشو از و آهنشو از کارخانه فولاد با 1000% گرانتر میخره، پلاستیکش همچنین و لوازم دیگه و خود سیم مسی که در ماشین به کار برده میشه 1000% اینا رو در واقع گرانتر میخره، شما چطور انتظار دارید ماشین ارزان بشود؟ خیلی جالب شما بگم، الان مثلا من همین الان در واقع حقوق یک کارمندی که در سال 97 6 میلیون تومان بوده، الان 14 میلیون تومان، مثلا 15 میلیون تومانه، دقیقاً 2.5 برابر یا 250% حقوقش بیشتر شده. اما دلار 10 برابر، یعنی 1000 داره. در واقع این نرخ تورم جا مونده این حقوق. حالا اون بدبختی که مثلا مددجو کمیته امداد مددجو سازمان بهزیستی کارگر بدبختی، کارمند بیچاره، نمیدونم اول میگن بیچاره، واقعا بیچارن. دلار 1000% گران شدن، نرخ تورم 1000%، 10 برابر حقوق کارگر مثلا 2.5 برابر بیشتر شده. مددجو خوشحالیم، اون موقع مثال اینقدر، الان مثلا اینقدر داره میگیره. اون کارگر میدانی باید چه کار کنه؟ چرا ما درآمدمون به ریال، خریدمون به دلاره؟ جناب آقای رئیس جمهور، مسئولین محترم مملکت جمهوری اسلامی ایران که همه ادعای انقلابی داریم، اگر میخواهید درمان کنید برید سراغ کله گنده ها، فولاد مبارکه مثل فلان، پتروشیمی فلان، خیلی متورم شدن، بزرگ شدن، واسه به کجا اینا دیگه؟ دولت هم صادقانه بگم زورش به اینها نمیرسه. صندوق بازنشستگی، بانک ملی، بانک فلان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، دم کلفته‌هایی پشت سر اینا هستن، دولت هم زورش به اینا نمیره. حالا ما بیام سراغ مثلا مغازه‌دار فلان، آقا چرا جنسات گران میدی؟ بریم فلان آقا برو سراغ کله گنده ها، برو سراغ صندوق بازنشستگی، برو سراغ بانک ملی و ملت و فلان بانک‌های خصوصی که نابود کردن این مملکت رو. از این طرف شما خیلی خوشحالی حقوق من کارمند بیچاره رو از 6 تومن آوری 14 تومن 15 تومن. نه خیر برادر من، موقع شما با دلار درآمد من به ریاله، به دلار خرید میکنم، موقعی که شما قدرت نداری، زور اینا رو نداری، فقط زور کارمند بدبخت و کارگر بیچاره رو داری. جناب آقای رئیسی، اگر میخواهی موفق شوی برو سراغ این دمکلفتا و اینهایی که نابود کردن مملکت رو، مملکتی که بر خون شهدا بنیان گذاشته شده، مملکتی که همین الان داریم روزانه ما داریم شهید میدیم، مملکتی که رهبر معظم انقلاب داره واقعا مطالبه گری میکنه، داره واقعا نصیحت میکنه. کو گوش شنوا؟ اعلام کردید که خود رهبری فرمودن امسال سال مهار تورم و در واقع رشد تولیده. 2 روز بعد شورا رقابت چه بلای سر ماشین آورد، 3 روز بعد فلان چه بلای سر مردم. در واقع تورم داره میره بالا، فقط در شورای رهبری داره زمین میمونه.
وظیفه تو اگر میخواهی این مردم مشکلشون حل کنی، برو سراغ کله گنده ها، برو سراغ زور صداد اجرای فرمان امام داشتی، اگر زورت به بنیاد مستضعفان رسید، اگر زورت به بانک ملی و بانک فلان و فلان و فلان بانک‌های خصوصی و دولتی، اگر زورت به صندوق بازنشستگی رسید، اون موقع میتونی بگی من دارم در واقع سید محرومانم، دارم برای مردم خدمت میکنم. وگرنه واقعا صادقانه بگم فقط و فقط شعاره و مردم اینجا مشکل دارن. حالا من اینا رو برای شما عرض کردم با زبان ساده، شما خودتون پیدا کنید، پرتقال فروش رو خودتون پیدا کنید مشکل کجاست.